با سلام خدمت همراهان عزیز. بارها گفته بودید که طریقه گره زدن بند شرابه رو به ما آموزش بدید. الان فرصتش پیش اومد که این کار رو براتون انجام بدیم. ابتدا 2.5 متر تا 2.30 متر بند لازم داریم. بستگی به ضخامت سرمه داره. حالا اینو 2.5 متر گرفتم. 60 سانت از این بند رو جدا میکنیم و اون سر سرمه رو به این صورت تا میکنیم. حالا هر جاش هم بود مهم نیستش، بعدش میزون میشه. با شستمون نگه میداریم و 4 دفعه دور شستمون میچرخونیم به این صورت. کل سرمه ها باید دورش گره بخوره. بعد شستمون رو در بیاریم، این اضافه سرمه رو میفرستیم داخل گره. بعد میکشیم، این گرهمون آماده است. فقط برای اینکه این الان میزون بشه یکی از این بنده حرکت میکنه. به اندازه‌ای میکشیم که این گره ها میزون بشه. این الان به گرهمون آماده شد. سوالی داشتید در خدمتیم در دایره.